سلام استاد، روزتون بخیر. طبق فرمایشات شما من دیسک دوار رو مدل کردم و اه، جرم خارج از مرکزم به این صورت دادم. گفتم که اگر ما به این صورت خب من مرکز جرم دیسک رو به جای اینکه مثلا 0 0 0 باشه 0 10 0 انتخاب کردم. شعاع دیسکمون 200 میلیمتره که قطرش میشه 400. من اومدم گفتم که مرکز جرم اون 1 سانت بالاتر از مقدار ایدئالش باید باشه. بعد از اون دو تا بیرینگ در نظر گرفتم. مشخصات بیرینگ هامونم به این صورت هستش که ضریب فنریت قطریمون 1000، شعاعیمون هم 1/10⁵ و دمپینگ قطریمون 1/10 و شعاعیمون هم 10. این حالا یه مشخصات معمولی برای یک حالا بیرینگه و حرکت هم به این صورت در نظر گرفتم که سرعت ثابته، یعنی واقع سرعت زاویه‌ای ثابته و جابجایی زاویه‌ایمون هم برابر 10 ضرب در زمانه. حالا ما میتونیم اینجا هر چیزی رو در نظر بگیریم، میتونیم سرعت زاویه‌ای یا حتی شتاب زاویه‌ای هم در نظر بگیریم، خیلی متفاوت نیست. بعد به نرم افزار گفتم که زاویه تتا رو برامون اندازه بگیره، بقیه مختصات و مشخصات هم که خودش لحاظ میکنه. اگر ما یه دونه ران بگیریم و به پاست پروسسور مراجعه بکنیم، اینجا تغییرات آبی رنگ تغییرات در راستای محور Z رو به ما نشون میده. محور Z عمود بر صفحه YX، همون صفحه‌ای که ما الان میبینیم، صفحه و محور Y هم در این راستا هستش. و اگر ما جرم خارج از مرکز داشته باشیم طبیعتاً باید در راستای Y و Z تغییرات داشته باشیم و X اون هم باید ثابت باشه دیگه. خب اگه به اینجا پس پردازشش برگردیم، اگر X رو نسبت به تتا رسم بکنیم، تغییرات مرکز مشخصه X مرکز ثقل رو به تتا رسم بکنیم، همونطور که مشاهده میکنید تماما صفر هستش. از 0 تا اینجا صفره. منتها اگر برای وای رسم بکنیم، از مثبت 10 میلیمتر یعنی 1 سانتی متر تا تقریبا -1 جابجا میشه. حالا اگه بخوایم دقیق‌تر بگیم 10 و 5 هزارم میلیمتر، مثبتش هم 400. ببخشید مثبتمون 10 و منفیمون هم -10 و 5 هزارم، تقریبا یکی. و اگر برای Z رسمش بکنیم به این صورت هستش. این هم سرعت زاویه‌ایمون بر حسب زاویه تتا هستش که اگر مگنیتودش رو در نظر بگیریم یه عدد تقریبا ثابته. اختلالات اولش به خاطر شروعه، منتها بعدا به یه سرعت ثابتی حالا همگرا میشه. و ما میتونیم حتی داده ها رو به زمان هم مشاهده بکنیم. این سرعت مرکز جرممون در راستای Z هستش، یعنی سرعت زاویه‌ای در راستای محور Z. این هم در راستای X، ببخشید در راستای Y، و این X که X همون صفر بگیریم. مگنیتودمون هم این اولش به خاطر اینکه یه شتابی میگیره تا در واقع دیسکمون شروع به حرکت بکنه، منتها بعد از اون هموار میشه و ثابت. شتاب زاویه‌ایمون هم به این صورت هستش.
خب ما اینجا یه تیکه کوچیک جرک داریم، بعد از اون شتاب صفر میشه. و ما میتونیم که حتی اینجا فرضاً برای سرعتی که در نظر گرفتیم بیایم شتاب بدیم، بگیم مثلا با شتاب 1 ضرب در زمان با سرعت زاویه‌ای ببخشید با تغییر مکان صفر و سرعت زاویه‌ای فرضاً 100. اگر دوباره به پاس پروسسور برگردیم، خب این شتاب زاویه‌ایمون هستش. ما اول یه شتاب زاویه کوچیکی داریم، این به خاطر شروع حرکته. بعد از اون با یه شیب خیلی خیلی آرومی داره شروع به افزایش میکنه، همونجوری که ما انتظار داریم توی 1 بعد 1 باشه. همونجوری که مشاهده میکنید بالا شتاب رو برای ما نشون میده و آروم آروم شتابمون حالا شروع میکنه به افزایش، شتاب زاویه‌ای. خب در راستای X که خیلی شتاب زاویه کوچیکی داریم، در راستای Y هم یه مقدار این اول هستش که بعدا ثابت میشه. این هم که مگنیتودمونه. این تغییرات مکان برای مرکز جرم هستش، در راستای X به این صورت تغییر میکنه. در واقع مؤلفه Z نسبت به زمان، این هم مؤلفه Y نسبت به زمانه که اگر این دوتا رو با هم رسم بکنیم یه دونه 90 درجه با هم اختلاف فاز داره. حالا اگر بخوایم بر حسب تتا هم فرضاً رسمش بکنیم، میتونیم تتا رو اینجا اضافه بکنیم به محور مستقلمون. بعد از اینجا ببخشید به این صورت رسمش بکنیم. این یه تیکه هم که برای اینکه کامل نشده به خاطر اینه که یه دوره کامل نزده و ما اگر در اینجا مدت زمان سیمولیشنمون حالا افزایش بدیم، میتونیم اون قسمت رو هم کامل بدیم. اگر برگردیم دوباره الان زد هم کامل شد. امیدوارم این حلی که مد نظر شما بوده باشه و متشکرم. سلام مجدد استاد، من یه مرحله دیگه به حلم اضافه کردم. حالا این بار شتاب رو متغیر دادم و یه عددی دادم که در واقع تاثیرگذار باشه و دیده بشه. شتاب رو در واقع مساوی 10 ضرب در زمان قرار دادم و با سرعت زاویه‌ای 100. حالا من سیمولیشن رو انجام دادم، یه خورده طول کشید. تغییراتمون به این صورت هستش که X پوزیشن Y هست و Y هم خط آبی رنگ هم پوزیشن Z مون. همونطور که مشاهده میکنید اومگامون در حال تغییر هستش و فاصله طول موجها داره کمتر میشه. حالا اگر ما دوباره همون مراحل رو طی بکنیم و بخوایم تتا رو به عنوان متغیر مستقلمون انتخاب بکنیم به جای زمان و اگر رسم بکنیم تغییراتمون به این صورت خواهد، یعنی در هر زاویه‌ای ما با شتاب متغیر تغییراتمون ثابت، تغییرات
طولیمون. اما اگر به سرعت مرکز در واقع جسممون دقت بکنیم، این سرعت مرکز جسممون در راستای وای در واقع در راستای زد هستش. همونجور که مشاهده میکنید در حال تغییره، یعنی توی شتاب های پایین ما در این راستا هستیم. اگر پلی بکنم حرکت رو، ما میتونیم یک شکل کوچیک از انیمیشن همینجا داشته باشیم. همونطور که مشاهده میکنید در لحظات اولیه حرکت در واقع سرعت مرکز ثقل ما در راستای زد به این صورت هستش. بعدا با افزایش شتاب زاویه حرکتشون تغییر میکنه. همین موضوع برای محور وای هم صادقه. اول در منحنی های حالا دوک های کوچیک شروع به حرکت میکنن، بعدا این دوک ها شروع به بزرگ شدن میکنن. منتها به خاطر محدودیتی که حالا توی نرم افزار ادمز گذاشتیم برای این بیرینگ ها، اجازه نمیده که دامنه نوسانات زیاد بشه. به این علت این نمودارها اینجا ثابت میمونن، منتها به وضوح توی سرعت و شتاب زاویه‌ای این هم دیده میشه و شکل جالبی هم به وجود میاره. با تشکر.